شمشاد میرزایف دانشجوی بخش چهارم دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов میباشد. او میگوید امروز داوطلبان برای داخل شدن به دانشگاه ها خیلی زیادند، اما نفرانی نیز هستند که بعد یک سال و یا 2 سال تحصیل از یک اختصاص به دیگر گذرش میکنند و یا به مهاجرت مهنتی میروند. وی گفت ختم کنندگان باید خود از روی شرایط عائلوی و شوق و ذوق نگاه نموده کسب آیندهشان را انتخاب کنند. در انتخاب کسب ختم کنندگان وقتی موفق میشوند که دانند آینده کی میشوند و در کجا کار میکنند. وقتی که نفری که جوانی که صاحب کسب باشد و کسب خودش را دوست دارد به مهاجرت نمیرود و نفرانی که با مهاجرت میروند به فکر شخصی ماند که با همون خواهش خود با همون کسب انتخاب نکردگی یا نمیدونم مجبوری غلطیدگی یا با واسطه مرکزی تستی به همون اختصاصی که وای پسند نیست به همون میغلطد، یک ماه دو ماه میخواند یا یک سال 2 سال میخواند با مهاجرت مهنتی میرود. حالا در کشور نزدیک 42 مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی با تیار کردن متخصصان گوناگون فعالیت دارند. در آنها نزدیک 200,000 نفر دانشجویان به خواندن جلب شدند. با وجود آنکه همه ساله هزارها نفر دانشگاه را ختم میکنند، در کارخانه و شرکت‌های داخلی نرسیدن متخصصان به نظر میرسد. ما هر سال نقشه میگیریم در همه شهر ناحیه هر ماه یک مرتبگی و حدود یارمارکه ولایتی یک سال با 4 مرتبه گذرانده میشه. این اولین یارمارکه سال 2020 یارمارکه ولایتی میباشد. تا همین روزه از جانب مقامات مهنت و شغل اهالی شهر ناحیه زیاده از 60 مرتبه یارمارکه جای گذرانده شد. زیاده از 1,500 نفر شهروندان با جای کار تامین گردیده. زیاده از 1000 نفرشون با کسب‌های گوناگون راحت گرفته شده. در شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان خطای اساساً مهندسان، مرکشیدرها، رانندگان نقلیات باربردار، ترجمان‌های زبان‌های خارجی برای ما ضرور هستند و امروز گفته می‌توانیم که در آینده شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان خطای بهر آموختن زبان خارجی خطایی ما می‌توانیم آنها را به ریسپوبلیک خلقی چین سفربر نماییم تا که آنها دانش خود را مکمل کردن آمده در این شرکت کار و زندگی کنند. افسوس که عجب نه معاشی اونجا بالاتر از جایی که با مهاجرت مهنتی میروند. نظری من بس از سبب اساسی همین است. خیلی ندانم کنی تاجیکستان کار نیست درست. زوادا کار نمیکنن، فابریکه ها کار نمیکنن. هم چاسنی ها های خیلی چاسنی ها کن ممکن یعنی خودش میگذارد آدمای خودشه. یا آدمی کم در کار و پیش زوادا بود 1000 کس 10,000 کس کار میکرد. آزی همه مالی پریپریاتی شدگی ممکن شناساشو میگیرد وای میکنن. برای همین میرد یکم رسیه و وای به مراجعت کار کردن به تنگ بودن بازار مهنت نمیگذارد که امروز جوانان ما بعد از ختم بعد از دانشگاه با جای کاری خالی تامین گردند. من فکر میکنم که وضع زندگی میخوان وضع زندگیشون رو بهتر کنن و اگر که وضع زندگیشون بهتر که شد تاجیکستان وضعش خوب است. جوانان امروز مایل بیشتر دارن به مهاجرت که هرچی خوبتر هرچی زندگی بهتر کنن هرچی بایلشون رو تامین کنن. اگر مبلغ مثلا کارخانه مبلغ نقص پیشنهاد کنند مثلا جوانان هم خواهش دارند که مثلا کارخانه با کار کنند یا مثلا فعالیت خود را ادامه دهند. البته پیش از همه زندگی مجبور میکند. وقتی که انسان گرچند که صاحب کسب میشه صاحب پول میشد مبلغ میشد باز میخواد که مبلغش مالش زیادتر شود. ابوریحان عبدالرزاقov معاون سردار ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی ولایت سوغد میگوید امروز بیشتر طلبات به هنرمندان، طبیبان و فیزیکان زیاد شده است. این در حالی است که سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده بود و در پیام آخر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سالهای 2020-2040 را همچون 20 ساله رشد فنهای دقیق اعلان کرد. اکنون امروز طبق طلبات بازار مهنت همون جوانانی که کسب اختصاص باید میکنن بیشتر همون کسب هنرهایی که محاسبی، الکتریک برقی، کاوشگری برقی من طبق جناب عالی که 4 استراتژی صنعت کنان شد. من کارخانه‌ای که من گفتم اونجا بسیار کارخانه‌ای که کارگران کوهی،
مایک شیردیر گیولوگو میخه کارگرو احتیاج دارن میخه و ها امروز روند داخلشوی به دانشگاه‌ها طریق مرکز ملی تستی براه مانده شده است. از سنه 1 مارس قبول داوطلبان آغاز شده تا سنه 15 اپریل دوام می‌یابد.